الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، محضر استادان بزرگوار، علمای محترم، جوانان و عزیزان حاضر در مجلس، برای همه شما آرزوی سلامتی و توفیقات بیشتر در راه خدمت به اسلام آرزو داریم. قدردانی میکنیم از جوانان و برادران و عزیزانی که این محفل علمی و معنوی را برگزار کردند. ما البته با کمی وقتی که است بسیار کوتاه به نکات اشاره میکنم، فقط اشاره. ما امروز در یادبود یک عالم جلیل القدر و یک ستاره درخشان کشور قرار داریم، در یادبود شهادتش که فقدان او را با گذشت زمان بیشتر لمس میکنیم. ما امروز از وجود فیزیکی دکتر شهید محمد ایاز نیازی محروم هستیم. صحنه‌های مختلف در این کشور از وجود و از حضور فیزیکی شهید نیازی محروم هستند. منبر و محراب محروم است از صدای دلنواز، از تلاوت دلنشین شهید دکتر نیازی. صنف و تالارهای دانشگاهی محروم است از صحبت‌ها و سخنرانی‌های بسیار زیبا و علمی شهید دکتر نیازی. حلقات درسی محروم است از وجود شهید نیازی. محافل اجتماعی از وجود شهید نیازی محروم است، از سخنان زیباش، از اخلاص و فداکاری و تفانیش درباره اصلاح و رهبری جامعه، اصلاح جامعه، تربیه و تهذیب جامعه همه محروم هستند. به همین قسم میکروفون‌های رادیوها و تلویزیونها از صدا و از فتوای شهید نیازی محروم است. به این ترتیب فقدان شهید نیازی سخت در این لحظات و برای همیشه ملموس است، ملحوظ است. و در این ارتباط اشاره میخوام بکنم که شرایط سیاسی و بحران فعلی موجوده افغانستان محروم است از حضور مؤثر و تعیین کننده شهید نیازی در مذاکرات صلح، در روند صلح، در ایجاد آشتی، صلح و امنیت در این کشور. عالمی که سخنش تأثیر داشت در قضایا و این بعید نیست و ما این را میخوایم تأکید بکنیم که برداشتن شهید نیازی و امثال او در این مرحله بسیار حساس همی هست که اینها تأثیری که داشتن به خیر اسلام، با علمی که داشتن، با اجتهادی که داشتن، با قاطعیت و صراحتی که داشتن، با صداقتی که داشتن، اینها را از میان جامعه و از میان مردم گرفتن تا ای که خدا ناخواسته کسانی پیش شوند که با ملاحظه از ای که ما انشاءالله امت اسلامی یک امت عقیم نیست، ما شخصیت های داریم، علمای داریم، اما در فقدان علمای مانند دکتر نیازی شهید کسانی متولی امور میشن در عرصه های مختلفی صلح و مذاکرات و امثال آنها که اونها اهلیت نمی داشته باشند. بنابراین
شهادتی این بزرگ مردان مقصود است که در نتیجه دسایس و توطئه های جهنمی دشمنان اسلام اینها در زمانی گرفته میشوند که امت و مسلمان ها و کشور و میهن و ملت ما شدیداً به اون نیاز دارد. دوستا و عزیزایی که ما و شما در یادبودی شهید بزرگوار دکتر نیازی و شهدای دیگر در اینجا نشسته ایم. شهیدا انتخاب خداوند هستند، ما به این ایمان داریم، اما شهیدا زنده هستند و مصداق بسیار زیبای از این دکتر نیازی شهید است. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. واقعا که اونا زنده هستند. ما حضور ما و شما در اینجا یکی از مظاهر زندگی و حیات شهدا هستند. اونها شاهد هستند. راه اونها و سخنان اونها چیزهایی که از خود باقی ماندن به همت جوانان و پیروان اونها، شاگردانی علمای بزرگ و نسلهایی که میآیند این راه زنده است. کور خواندن دشمنان اسلام که با گرفتن ستاره های درخشان امت به فکری بوده باشند که این امت را محروم میسازند یا ضعیف میسازند یا بیچاره میسازند. برعکس از قضیه با رفتن اینها چی بسا که هنوز طوفان دعوت و نهضت قویتر می شود. ما شاهد هستیم هر یکی از این شهدا در حیاتشان، در موجودیتشان قدرشان کمتر دانسته می شد، اما بعد از رحلتشان، بعد از شهادتشان است که بیشتر انگیزه میتن برای در مسیر بشریت و جامعه ما. بنابراین خوشا به حال این شهدای بزرگوار که هم در زندگیشان مؤثر بودند و معطا بودند، میبخشیدند و بعد از مرگشان هم این صدقه جاریه و این روشنایی هرگز خاموش نخواهد شد. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. این قضایا همیش به همین ترتیب است. ما تنها دکتر نیازی را شهید نداریم در این راه. این راه و این شهادت شروع شده از شهید مهراب عمر ابن خطاب، بعد از او این سلسله ادامه پیدا کرده، ولی راهی شهدا هنوز قویتر شده است و دستاوردهایی که آنها باز ماندن به مراتب بیشتر از زمان زندگیشان است. از این لحاظ هرگز به شهادتی بزرگ مردا ما محزون نیستیم، اگرچه فقدانشان را با گوشت و استخوان و با تمام وجود خود لمس میکنیم و حرمان داریم از نبودنشان. اما انشاءالله خطی اونها، راهی اونها و آنچه باز مانده اند درخشانتر و قویتر انشاءالله حرکت میکنم. ما از بار دیگه از دوستای ما در این نهادی علمی تربیتی و فرهنگی که با وجودی که میبینیم که با این علما پیوندی جز پیوندی عقیده و ایمان، محبت و اخلاص قلبی و ایمانی چیزی دیگری نیست، با فداکاری راه اینها را زنده نگه می‌دارد و آنچه که از آنها باقی مانده است از خودشان و از دوستانشان و از سایر رهروان او را تدوین میکنند تا چراغی راه بوده باشد برای همه ما و شما. من بیشتر از این صحبت نمیکنم به خاطر از اینکه اصلا صحبت ها خیلی زیاد است، شاید دوستای دیگری استادان صحبت دارن، به همین اکتفا میکنم. از همه شما اظهار قدردانی میکنم به این که در این جمع مبارک حضور یافتین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. سخن را با سلام آغاز می کنم. سلامی که پیام محبت، اخوت، برادری، همدیگر پذیری، تحمل پذیری، خیرخواهی میان انسانان و میان مسلمانان است. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اظهار سپاس و تشکر دارم از نور چشمانمان، برادران بسیار عزیزمان در سازمان فکری فرهنگی اجتماعی راهیان سعادت که همواره از بدو تأسیس مشعلدار فکر، اندیشه و فرهنگ بالنده و پویا و مبتنی بر اساسات عقیده اسلامی در جامعه افغانستانند. سپاسگزار هستم از این برادران فرهیخته و عزیزی که شب و روز را در جهت روشنگری و در جهت پاسداری از مرزهای اعتقادی ملت مسلمان افغانستان و برای روشنگری در میان نسل جوان کشور عزیز ما تلاش و مبارزه و جهاد فکری میکنند. دعا میکنم که خداوند متعال مسئولین این نهاد ارجمند را، دانشمند جوان خلیل الرحمن سعید، دانشمند جوان اسدالله سعید و برادران و همکاران ایشان را و همه اعضای این نهاد را و هوادارانشان را موفق و مسدد داشته باشد. در افغانستان شهید و شهادت، وقتی که ما از شهید و شهادت سخن بگوییم نام سه نیازی همواره یاد می شود. نیازی اول شهید پوهان غلام محمد نیازی، مؤسس و اساسگزار نهضت اسلامی افغانستان است که با شاگردان و یاران خود در ظلمتکده افغانستان در آوانی که برای تغییر عقیده و فکر ایمان ملت افغانستان تلاش صورت می گرفت، اساس و بنیاد نهضت اسلامی افغانستان را گذاشت و چراغ را به توفیق پروردگار و با الهام از نهضت جهانی اسلامی برافروخت که تا امروز روشن و فروزان است. نیازی دوم استاد بزرگوار و فرزانه استاد عبدالرحیم نیازی هست که به مثابه شاگرد مخلص و رهرو راه استاد بزرگ خود استاد پوهان غلام محمد نیازی نهضت جوانان مسلمان را در وقت رهبری کرد که مبارزات فکری در دانشگاه‌های افغانستان، در پوانتون افغانستان، در پوانتون کابل و مراکز علمی داشت اوج می گرفت. کارنامه و هدف را که استاد بزرگ استاد پوهان غلام محمد نیازی برای آن کار و مبارزه می کرد، استاد عبدالرحیم نیازی و یاران همسنگر وی مانند مولوی حبیب الرحمن، شهید مولوی حبیب الرحمن که در پیشوند همه این نامها کلمه شهید است، شهید مولوی حبیب الرحمن، شهید انجینیر حبیب الرحمن، شهید انجینیر سیف الدین نصرتیار، شهید دکتر محمد عمر، شهید استاد غلام ربانی عتیش و شهید منهاج الدین گهیز و شهدای دیگر نهضت اسلامی افغانستان که اگر نامشان را یک یک بگیریم به درازا می کشد. این نهضت را در ظلمتکده فکری افغانستان مانند یک مشعل فروزان برافروختند که تا امروز برکات و ثمرات این شجره طیبه در سرزمین ما در افغانستان هنوز هم
مورد در معرض استفاده ملت افغانستان و نسل جوان افغانستان قرار داشته و با همه ناهنجاری ها و مشکلات و نابسامانی ها سبب تحولات بسیار بزرگ مثبت در جامعه افغانستان گردیده است که همایش امروز ما و گرد همایی امروز ما و گرد همایی شکوهمندی که ساعات قبل در پیشروی پوهنتون پلیتکنیک برگزار شده بود و جلسات دیگری که امروز کابل امروز شاهد آن است، همه از برکات و ثمرات تحول بزرگ فکری و اجتماعی است که نهضت اسلامی افغانستان آن را به وجود آورده است و ان شاء الله این شجره طیبه تا روز قیامت در این سرزمین، تا روزی که مردم افغانستان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را بر زبان می آورند ان شاء الله ادامه خواهد داشت. شهید سوم این شهید بزرگوار است که تصویرشان روی ما قرار دارد. شهید دکتر محمد ایاز نیازی که در رهرو و شاگرد راه دنیازی گذشته و همسنگران و همکاران و همگامان دنیازی بزرگوار دیگر است که نوشتن پرداختن به تاریخ معاصر افغانستان بدون ذکر نامشان ناقص و نامکمل است. شهید دکتر محمد ایاز نیازی سمبول و نماد یک عالم مجاهد، یک استاد پوهنتونی و دانشگاه موفق، یک سخنران و خطیب مفوه و دردمند و همچنان یک مصلح اجتماعی محبوب در میان همه اقشار ملت افغانستان بود. من در مورد شخصیت دکتر شهید محمد ایاز نیازی که بزرگواران و استادان بزرگوار قبل از من به آن پرداختن بیشتر نمی‌پردازم، زیرا تحصیل حاصل و تکرار مکرر است. اما می‌خواهم در یک جمله بسیار مختصر و مقتضب و موجز این را بگویم که شخصیت بقامت و قد دکتر محمد ایاز نیازی و با چندین بودی که این شخصیت داشت در تاریخ افغانستان کمتر تکرار خواهد شد و ما با فقدان دکتر محمد ایاز نیازی ما ملت افغانستان چیزهای زیادی را از دست داده ایم. یک مصلح اجتماعی بزرگ و محبوب القلوب و طرف تایید تقریبا همگان در افغانستان، یک استاد موفق دانشگاه و پوهنتون و یک شخصیت اکادمیک شناخته شده در کلاس های درس و در صنوف پوهنتون های افغانستان، یک خطیب بارز و مفوهی که با خطبات خود قلوب نسل جوان را و ملت افغانستان را مسحور کرده بود و خواهرانمان در خانه ها به پای سخنان دکتر شهید محمد ایاز نیازی حتی در حالی که در آشپزخانه و در خانه مصروف کارهای خانه می بودند به پای سخن این شهید بزرگوار می نشستند و از آن می آموختند. متاسفم که ما در کمتر قدر شخصیت‌های علمی و دانشمندان خود را و شخصیت‌های ملی خود را در زندگیشان می‌شناسیم. متاسفانه لیکن این رسم شده است که بعد از شهادت، بعد از وفات و در فقدان و نبود این شخصیت‌ها گریه سر می‌دهیم و اشک می‌ریزیم و در معاصر و مناقب این شخصیت‌ها سخن می‌گوییم و مقالات و کتاب‌ها می‌نویسیم. خوب است که در کنار تجلیل از شهدای بزرگمان و از شخصیت‌های کشورمان بعد از شهادت در زندگی و حیات ارزش و ارج و اهمیت این بزرگواران را بشناسیم و قدرشان را بدانیم و برایشان در زندگیشان ارج بگذاریم و از آنها حمایت بکنیم. شهادت راه و رسم مسلمانان است و گفته شاعر که گفت چه خوش رسم بنا کردند و رفتند. بله، چه خوش رسم بنا کردند و رفتند. شهادت راه اسلام است
و از ریختن خون اولین شهید راه اسلام حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها تا امروز این سلسله و قافله ادامه دارد. شهادت آرمان مسلمان است و بهترین مرگ در راه خدا مرگ شهادت است که هر مسلمان باید تمنا و آرزوی کشته شدن و مردن در راه خدا را داشته باشد. ما از شهادت نمی هراسیم و این راه ما و دشمنان ما کور خواندند. راه شهید ادامه دارد. شهید که زنده هست ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. شهید زنده هست. امروز که ما در این تالار گرد آمده ایم و از شخصیت از شهادت استاد بزرگوار دکتر محمد ایاز نیازی و شهید مجاهد استاد وحید مجده و شهید بزرگوار مولوی عزیزالله مفلح و شهید بزرگوار استاد غلام جیلانی عرفانی و شهید عزیز دکتر عبدالباقی امین و شهید بزرگ و شهدای متعددی که در این سالهای اخیر از علما و دانشمندان ما به دست کثیف مزدوران استعمار و اجنبی پرستان به شهادت رسیده اند دلالت بر این میکنند که این شهدا همه زنده اند. شهید نمی میرد، هرگز نمیرد آن که دلش شد زنده شد بهش ثبت است در جریده عالم دوام ما. لیکن مهم این است عزیزان حاضر در این محفل شکوهمند و پر از معنویت که ما راه و فکر و اندیشه کسانی را که در راه آن شهید شدند و جانهای خویش را نذرانه کردند ادامه بدهیم. بیرق شهید بیرق را که شهید برداشته بود از شانه بر زمین نگذاریم. راه را که شهید در آن رفته بود ادامه بدهیم. بنابراین شهدا در حقیقت با رفتن خود کوله‌باری از مسئولیت و رسالت بسیار بزرگی را بر دوش کسانی گذاشتند که تا هنوز زنده اند و نفس میکشند. من میخواهم عرض بکنم که طرح نابودی و ترور فیزیکی و هویتی و معنوی علمای کشور و علمبرداران فکر و اندیشه اسلامی در این سرزمین یک برنامه استخباراتی مدون تدوین شده، برنامه ریزی شده و یک پروژه است که به گونه مستمر ادامه دارد. خوب است که ملت افغانستان، علمای افغانستان، نهادهای افغانستان در این مورد در جلوگیری ترور و قتل دانشمندان و علمای کشور بیندیشند. اگر از یک طرف علمای ما با دستان کثیف ایادی استعمار و دشمنان اسلام شهید می شوند و دشمنان افغانستان بهترین فرزندان این سرزمین را از ما می گیرند، از طرف دیگر برای کم ارزش ساختن فکر و اندیشه اسلامی و ارزش‌های اسلامی در این سرزمین تلاش صورت می‌گیرد. باری گفته می‌شود که مساجد محراب و منبر در افغانستان افراط‌گرایی پخش می‌کند و باری از تریبیون‌ها این آواز بلند می‌شود که مضمون ثقافت اسلامی که در حقیقت تبلور از عقیده و اخلاق و ارزش و احکام اسلام و وسیله برای پاسداری و حفاظت از عقیده و ایمان و داشته‌های فکری و فرهنگی ملت مسلمان افغانستان هست، متهم به تروریست پروری می شود و گاهی هم دستان کثیف در صدد حذف اسلام و فکر اسلامی و عقیده اسلامی از نصاب تعلیمی معارف افغانستان و تلاش میکنند که نام خدا و پیغمبر و اسلام و قرآن و دین از نصاب تعلیمی معارف ملت مسلمان افغانستان که 99.99% مردم آن مسلمانند برداشته شود. این که طبعا این خواب و خیال است که انشاءالله هرگز به تحقق نمی پیوندد، مگر سوال این است که در وجود
ما و در وجود ملت مسلمان افغانستان این اشخاص و این کسان چگونه جرأت میکنن که این گونه موضوعاتی را که با عقیده و ایمان ملت افغانستان برمیخورد اما طرح بسازند؟ سوال این است که این چگونه این جرأت را میکنند و کی به اینها این جرأت را میدهد؟ بنابراین در این مورد همچنان باید بیندیشیم. در پایان من در اینجا اثری از کتابی که عزیزان من در راهیان سعادت در مورد استاد شهید پوهندوی دکتر محمد ایاز نیازی تالیف کردند اثری نمیدینم. من گمان میکردم که امروز معرفی کتاب شاید همچنان باشد، لیکن این بسیار مهم است که کتابی را که عزیزان من شما کتاب معرفی شد عرض من این است که خوب است که از این کتاب بھی باید گزارش شود و من پیشنهاد میکنم در اخیر که خطابات شهید دکتر محمد ایاز نیازی گردآوری و تدوین شود، دانشگاه و پوهنتون یا مرکز علمی و نهاد علمی در پایتخت کشور به نام شهید دکتر محمد ایاز نیازی نامگذاری شود و هم جبهه نهاد برای پاسداری از ارزش‌ها و فکر اسلامی و همچنان حمایت و دادخواهی برای شهدای و علمای شهیدمان تأسیس شود. باری دیگر اظهار سپاس و تشکر دارم از برادران عزیزمان و خواهرانمان در راهیان سعادت. تشکر میکنم و از همه عزیزانی که در اینجا تشریف آوردند و دعا میکنم که روح شهدایمان را الله متعال شاد داشته باشد و راهشان را پررهرو. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در قدم نخست درود میفرستم بر روح همه شهدای عزیز و به خصوص شهدایی که عکسهاشان در این تالار نصب هست. الله تبارک و تعالی روحشان را شاد داشته باشه و راهشان را پر رهرو. و عرض سلام و احترام دارم حضور همه شما بزرگواران. چون آخرین لحظات برنامه هست، از یک طرف وقت نماز در شرف فرا رسیدن و وقت صرف طعام، ما کوشش میکنم انشالله که در یک چند دقیقه بسیار کوتاه حرفهای خود جمع بکنم. در ارتباط با جایگاه علما و جایگاهی که دین برای علما قائل هست، همه قدر بس است که پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم در هر گوشه اگر می رفتند، اگر سفری می داشتند، در حضری می بودند، اگر شما در مسجد نبوی کسای رفتن حتما دیدن یک نقطه بسیار مخصوصی را و کسای نرفتن الله تبارک و تعالی شرف رفتن را برشان نصیب بکنه. اونجا به نام صفه اصحاب رسول یک جای بسیار کوچک در وسط نزدیک به روضه مبارک موجود هست و 3 درخت قندیل گل از نمادی از خرماهایی که در زمان اصحاب کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین موجود بود اونجا هست. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به این صفه سری میزد و به یاران خود که ابو هریره و امثالی از اینا رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بری گرفتن احادیث در انتظار رسول الله صلی الله علیه و سلم بدن، به اونا ارج میگذاشت. مسائل زیادی و پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم خودش جایگاه علم برجسته ساخته و فرموده که باعث معلما لاتم مکارم الاخلاق. علما در طول تاریخ جایگاهی به خصوص خدا داشتن و اگر انقلاب نهضت اسلامی افغانستان را میبینیم باز هم علمای عزیز جایگاهی به خصوص خود را داشتن و امیالی که ما در شرایط زندگی میکنیم، اگر نظام بخواه نخواه، اگر دنیا بخواه نخواه، علما در افغانستان جایگاهی به خصوص خود را دارند. بنابراین در مقام و منزلت علما که دکتر صاحب شهید و مرحوم نیازی یکی از الگوهای علما بود جای شکی نیست.
و اگر در ارتباط با وسطیت دین که امت محمد صلی الله علیه و سلم را به عنوان امت وسط خطاب کرده، اگر معیار وسطیت اعتدال را در دنیای معاصر و در افغانستان معاصر ما شخص را اگر میخواستیم معیار قرار بدیم، در این شکی نیست که دکتر ایاز نیازی یکی از اون معیارها بود. دکتر نیازی نه قومی را به عنوان مرزی قائل بود، نه مذهبی را به عنوان، البته در بخش فروعات مرزی قائل بود. و در ارتباط به شخصیت و جایگاه دکتر نیازی جای بحث بسیار کم است، چون اگر جوان هم بود در فکری ازی بود که ما از نیازی شهید چیزی بشنوم، و اگر استادی هم بود در فکری ازی بود که از نیازی شهید بشنوم، و اگر جنرالی با دیانت ای کشور هم بود در فکری ازی بود که از دکتر نیازی شهید چیزی بشنوم. در اقشا در میان هم خواهرها، هم جوانان، هم عوام و ما وقتی که در کابل در حیات زندگی دکتر نیازی در گوشه دوری از کابل اگر میدیدیم، به خصوص کسایی که از اطراف در کابل می آمدن تلاش میکردن که در روزهای جمعه خود را پشت سر دکتر نیازی شهید برسانند تا هم حرفه های از او را بشنوند و هم در پشت سر نیازی شهید نماز بخوانند. اما از یک طرف دکتر نیازی شهید هم خودش برای رفقاش صدا میزد که افغانستان به ما و به شما نیاز دارد، طوری که هم دوره ها و هم صنفی های دکتر نیازی شهید به ما و شما تذکر دادند و خودی دکتر نیازی شهید افغانستان را از همه چیز بالا دوست می داشت. اما متاسفانه افغانستان و فضای افغانستان و جو افغانستان نتوانست دکتر نیازی شهید را تحمل بکنه و فضایی که در افغانستان ایجاد شده ما به این باور هستیم که بسیار نیازی های دیگری را به حلقوم خود فرو میبرد و این با یک جدیت و یک بیداری نیاز داره تا امت اسلامی و استادان و علمای دین متوجه باشند تا کسایی که از منابع مختلف مسائل مختلف را به عنوان ابزار به خاطر رسیدنشان به هدف قرار میدهند متوجه باشند. و افسوس که افغانستان نتوانست دکتر نیازی را تحمل بکنند و این واقعیت مسلم هست. همانطوری که جناب وزیر صاحب اشاره کردند، غلام محمد نیازی اگر در جهنم نظام فاسد اون روز به شهادت رسید، هر قدر که ما به پیش می رویم خونی از او انقلاب بیشتری را به ارمغان می آرد. و اگر مؤسسین نهضت اسلامی انجینر حبیب الرحمن و دکتر عمر شهید و استاد ربانی شهید هر کدامی از او را ما اگر از یک طرف در ماتم رفتن از اونها بنشینیم، اما از طرف دیگر کسایی که در فکری به شهادت رساندن آنها بودند بدانند و قضایایی که امروز حال شده رایست که خون اونها ضایع نشده و او جهنمی را که اونها برای قما کردن نهضت اسلامی ایجاد کرده بودند در او جهنم خودشان دفن شدند. آلی کم کسایی هستند که جرأت میکنن از اونها نام بگیرن، اما خون او شهدا انقلابای زیادی را برای نسل آینده افغانستان به ارمغان آورد و به بار خواهد آورد. بنابراین اگر ما یک دکتر نیازی شهید را از دست دادیم، باور دارم که هزارها رهرو دیگر دکتر نیازی شهید به خود در افغانستان گذاشته و راهی از او تا قیامت دوام خواهد داشت. بنابراین من زیاد پرحرفی نمیکنم. روح دکتر نیازی شهید را شاد میخوام، روح مفلح شهید را شاد میخوام، روح همه شهدای عزیزی را که امروز در میان ما نیستند الله تبارک و تعالی شاد داشته باشه و قبورشان را روضه از ریاضه های جنت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. صدق الله المولانا العظیم. استادان نهایت محترم و گرامی، دوستان عزیز، مهمانان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز ما را روح جناب دکتر صاحب رحمت الله علیه جمع کرده است. اگر جناب دکتر صاحب سبب شده است که امروز در محفل یادبود او اشتراک بکنیم، حقیقت ای است که زایه جناب دکتر صاحب زایه قرن است. قرالی که اساتید بزرگوار گفتند، جناب دکتر صاحب هدف گفتند، دکتر صاحب وزین گفتند، ما در افغانستان دکتر نیازی را از دست ندادیم، ما دانشمند حاصل یک قرنی ملت را از دست دادیم، ما صدای مؤثری را از دست دادیم که پس از سالها میان محراب و دانشگاه، میان رسانه و مدرسه، میان مردم و حکومت حلقه وصل و جمع بود. ما در حقیقت عالم ربانی را از دست دادیم که در افغانستان مثیل و بدیلش نیست. ما به نمایندگی از برادران راهیان سعادت، بل به نمایندگی از جوانان مؤمن افغانستان نفرین و لعنت میفرستم به سوداگران، به تاجران خون همه شهدای افغانستان، مخصوصا خون جناب دکتر صاحب نیازی شهید، مخصوصا خون جناب استاد وحید مجده، مخصوصا خون جناب مولوی صاحب غلام جیلانی عرفانی. از این سه بزرگوار و جناب مولوی صاحب مفلح و دکتر صاحب عبدالباقی امین و یک کاروان بزرگ شهدا ایتو معلوم می شود که پس از شهادت انجینیر حبیب الرحمن اولین شهید نهضت اسلامی، پلان ای است، برنامه ای است که مرجعیت ها، کادرها، چهره های نخبه و محورهای علمی و اجتماعی و سیاسی از این کشور از بین بروند. کسانی که مردم یا گردشان جمع است یا فردا جمع می شود. ما به نمایندگی از شاگردان جناب دکتر صاحب میگویم که به این سر و صداهای باطل فریب نکنیم که دکتر صاحب را این چینل شهید کرد یا چینل. پشت شهادت جناب دکتر صاحب چهره های بسیار خائن، مزدور و نمک حرامی وجود دارد که ممکن امروز خنده بکند، ممکن امروز بگوید که ما قاتلش را به دست آوردیم. نه خیر، پشت شهادت جناب دکتر صاحب کسانی وجود دارند که قبل از او استاد مجده را شهید کردند، کسانی وجود دارند که امروز میخواهند پروسه صلح را به گنج بکشند و مسیر امروز و فردای کشور را به تباهی ببرند. فرصت زیاد کم است و گپهای دل زیاد است، ولی کوتاه میگویم. به کجا رسیدیم جناب دکتر صاحب هدف، جناب دکتر صاحب وزیر، به کجا رسیدیم؟ دیروز از مسیر راه می آمدم با خود فکر کردم که فکر میکنیم که در وقت داود خان قرار دادیم، نه 2.5 میلیون شهید دادیم و نه چند میلیون آواره دادیم، این دوره 20 سال بگذاریم. هنوزم این چشم پارگی، این بدماشی، این قلدرمآبی که پس از 2.5 میلیون شهید میخواهند قاتلش را تجلیل بکنند، این در کدام قانون است؟ این در کدام کتاب است؟ بار دیگر میگویم که مسئول درجه یکی وضعیت، مسئول درجه یکی شهادت جناب دکتر صاحب و تاجرای خائن است که از نام شهدا به جان و جای رسیدن، صاحب نام شدن، صاحب مال شدن، ولی هرگز به خاطر دادخواهی شهادت استاد برنامه ای را نگرفتن. جناب مفلح صاحب از پنشیر است، جناب استاد مجده از ولایت دیگر است، دکتر صاحب از بدخشان است، مولوی صاحب شهید از غزنی است، دکتر صاحب عبدالباقی امین از جای دیگر است. ما با هیچ کدامش هیچ گونه پیوندی خونی، نسبی، خویشاوندی هیچ چیزی نداریم. چیزی که ما را به این صف کشانیده است و برابر توان خودی برنامه را بگیریم، برابر توان خود اوی است که خائنین، این انسانهای خائنی که از نام شهدا به جای رسیدن، برای از اینها برنامه نگرفتن، برای از اینها محفل نگرفتن، خونی از اینها را پرسان نکردن، جنازه اش را کما حقه بدرقه نکردن. الله متعال از همه از اینها شدید و سخت پرسان می کند و از این نیروهایی که در عقب شهادت استاد است، چی مباشرتاً چی غیر مباشرتاً. اگر این تو باشد که علما میفهمند
یزید هم براعت دارد در خون امام حسین نقش ندارد، ولی یقینا یزید نقش دارد که پرسان نمی کند، یزید نقش دارد که تدابیر نمی سنجد. این کدام منطق است که مشهورترین عالم دینی در امنترین ساحه افغانستان شهید شود، 2 بم گذاشته شود، یکی در برابر خانه و یکی در جای بوتها و هیچ کسی هم خبر نشود؟ عجیب است والله. ما میفهمیم که خیانت از جای دیگری آب میخورد، ما میفهمیم که دستای کلانی است و جان ما و مال ما و سر ما و خانواده ما از جان استاد ما کرده عزیز نیست، ولی با وجودی از اون میگوییم که این مسئولیت همه ما است که قدم برداریم و نگذاریم که درخت تنومند دین، درخت تنومند دعوت اسلامی و خون جناب استاد به زمین عادی بماند و کسی او را پرسان نکند. الله متعال از همه مهمانان عزیز، رسانه های گرامی، اساتید بزرگواری که زحمت کشیدن آمدن، از همگی راضی باشد. الله متعال اخلاص ما را قبول بکند. امروز چند برنامه دیگر هم بود، مظاهره هم بود، دوستا ترتیب کرده بودند. قبل از او برنامه دیگری هم بود در هتل سیرنا در ارتباط به صلح. مشوره تعداد دوستایی بود که برنامه را باید در هتل کابلستان بگیریم که کرزی صاحب میاین، دوستای دیگه وعده کرده بودن که میاین، ولی ما گفتیم این برنامه مردمی شود. حاجی صاحب مومنزاده است، معین صاحب از دوستایی که در حول هش مسجد وزیر اکبرخان است، از اینا تشکر میکنیم. برنامه را مدیریت کردن، با ما بودن الحمدلله. از همه استادا جناب دکتر صاحب وزیر یک تشکری خاص میکنیم، در ارتباط بسیار نزدیک بودیم. همه بزرگوارایی که آمدن، جناب مولوی صاحب عتیق که آمدن، جناب دکتر صاحب هدف که آمدن و تا دیشب هم باشن در ارتباط بودیم. ما وقت دوستا را زیاد نمیگیرم. راهیان سعادت مصمم است که از خون شهدا پاسداری بکند. راهیان سعادت مصمم است که ارزش‌های خود را در حیاتشان و در مماتشان قدر بکند و این اطمینان میتم که دکتر نیازی به قطع شهید وفات نکرده است، به قطع وفات نکرده است. تا زمانی که جوانان دعوت اسلامی در این سرزمین باشد، جوانان فکر و اندیشه اسلامی در این سرزمین باشد، نه دکتر نیازی وفات کرده است، نه استاد مجده وفات کرده است، نه مفلح صاحب، نه مولوی صاحب و نه دیگه بزرگوارا. انشالله ما هستیم. برنامه کرانی داریم در ارتباط به تفسیر جناب دکتر صاحب که باید تدوین شود، در ارتباط به چاپ آثارشان. این قدم ابتدایی است. ما این امید را دارم انشاءالله العزیز که ماههای بعدی برنامه‌های پرشکوه‌تری در ارتباط با دکتر صاحب در تالار داشته باشیم و انشاءالله داریم، حتما داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نشان مرد مومن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد. دکتر صاحبان معظم، دوستداران و شاگردان مکتب توحید و مکتب درسی دکتر محمد عیاض نیازی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتم ختم است و نمازم نزدیک است و برنامه‌های دیگری هم که اشاره شده است و نانم حتی مسئله فقهی است، اگر نان و نماز کدام شدم ترجیح بده میگن نانه. فلذا میخوایم که امو کسی که از خریدارای یوسف بود با کلوله تاری آمده بود که یوسف خریداری کنه، آمدیم که برادران ما اگر راهیان سعادت هستند، اونا از همصنفی های ما بودن و اینقدر همت کردن که تا اینجا آغاز کار کردن و ما انشاءالله که در امو محوطه مسجد وزیر اکبرخان هستیم، هم شاگردان حلقه 2-3-4 دوره تفسیرشان بودیم، ترجمه و تفسیر، و هم از اهالی مقتدیا و کسانی که برای ما حیثیت استاد و امام را داشتن آمدیم خدمت شما
ادای دین کنیم. خیلی ها استفاده بردیم از دکتر صاحبا، از علمای کرام، ولی بجاست که ما هم قدره از بر آنچه که داشتیم در اینجا و در محافل بعدی که انشاءالله به همت همین مردم وزیر اکبر خان که دوستا ایره تدارک میبینن انشاءالله در فکر تدارکش هستن و با تجربه که راهیان راه سعادت دارن با تشریک مساعی ازیا و شما استادان و دانشمندان بزرگ بتانیم یک محفلی که حق دکتر صاحب ادا شده باشه او را ما انشاءالله در تدارک و در فکرش هستیم و یک مژده است که نه تنها چراغی که روشن است به این ما اکتفا بکنیم، بلکه ما مطمئن شدیم که راه دکتر صاحب تداوم داره و هم دوره ها و هم کلاس های زیادی داشته که اینا مصمم هستند با یک کبله خیلی عظیم میتونن که راهی را که دکتر صاحب تدارک دیده بود و میپیمود هنوز هم اینا او را صفحه های ناتمامی از او را به تمام برسانند. دکتر صاحب یک مجاهد بود. جهاد کوهان دین است. از کله بلند دین شروع کرد، صدای در پشاور آمد که نوجوانی آمده در کمترین فرصت قرآن کریم را حفظ کرده و این جای شکی نیست که استاد گرامی شهید صلح رهبر جهاد و مقاومت وقتی که شخصیت علمی و اکادمیک و یک رهبر با فهم و میفهمیدن که با هر کسی که صحبت میکردن لکل فنون رجال میفهمید که این برای تربیت و دعوت و ساختن امت اسلامی بسیار مؤثر است که تا صلاح برداره و جهاد بکنه. در فکر امو شد که بزرگوارا گفتن از نمکمنده و تا پانتون الحضر. گرچه ما با پانتون نرفتیم، از علمایی که شنیدیم میگن که در فهرست پانتون الازهر نام محمد عبدالهو و سید جمال الدین افغان، عنایت الله ابراق و در این اواخر از دکتر محمد ایاز نیازی به خط زرین نوشته شده است. افتخارش برای امت مسلمه به خصوص برای مردم مسلمان افغانستان است و امروز نیازی نمرده، نیازی زنده است. برادران و دوستان عزیز، حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده ما را به یاد میاره که فکر کنی که امروز این حدیث گویا از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما آمده. انسان میمیره و عملش در دنیا قطع میشه مگر سه چیز: اولاد صالح، علم نافع، صدقه جاریه. من من حیث یک مقتدی و یک شاگرد حلقه درس از اونا به شما میگم که اولادای خوب ولی نوجوان و جوان دارن. الحمدلله پسر ارشد از اونا عبدالوکیل جان حافظ قرآن و عالم دین هستند و به ترتیب عبدالولی جان و عبدالملک جان و صبیه هایی که دارن همشان در همین مکتب تربیت شدن و شمه از گرچه به سطح ماستری و لیسانس و مدارس اینا شاگردای داشتن، از حلقه های درسی ایشان این راهیان راه سعادت و بنده حقیر که خدمت شما استاد هستیم ماها هستیم و انشاءالله به صدها و هزارها شاگردای دیگه دارن. من سپاسگزاری میکنم از این برادران جوان راهیان سعادت که این محفل باشکوه علمی را دایر کردن و همه با هم تعهد میتیم که در راه
این شهید و دیگه شهدایی که اینجا هستند ما دو پیام میافیم. یک پیامی که دکتر ایاز نیازی و این شهدا میگن که شما متحد باشین و راه ما را تعقیب کنین. سید قطب شهید میگه که استخوان‌هایم را بگیر و بسوزان، در مسیر ما حرکت کو که با کج و منحرف حرکت نکنیم. ولی متاسفانه امروز تفرقه و بی‌باوری و بی‌اعتمادی بین صفوف مسلمین ما را به همین جای رسید که من هم دیروز با یک از دوستان گفتم، مثل که خلیل الرحمن سعید فرمودن که ما آمدیم و رفتیم مثل اونامو پیرزنی که دوشک تاری را تا بگاه میرشت و پس او را میبافت و پس او را به هم در هم میآویخت. ما همونطور شدیم. ما همون وقتی بودیم که با یک مشت از مزدوران کمونیسم به نام شعله جاوید و حزب خلق در ستیزه و جنگ بودیم، ولی امروز هم به همیت رسیدیم که با وجود از اینکه یک پک وارسا بر نیروی خداوند شکست خورد و امروز در یک نبرد دیگری که میخواهیم حق بر باطل پیروز شود استاده هستیم، ولی باز هم از طرف دیگر در همون جایی میرسیم که کسایی استاد میشن که بخوان که الذين يقاتلون في سبيل الله والذين يقاتلون في سبيل الطاغوت هنوز هم صدای طاغوت را بلند کنند. امیدوار هستم که دو کار ما شما داشته باشیم. اینا پیام دارن که ما متحد باشیم و ما پیامشان است که ما مسیرشان را تعقیب بکنیم و پیام دارن که ما دین خود را و جهاد خود را فراموش نکنیم. گپ سیمی که بود یکی خو اولاد صالح بود، علم نافع و صدقه جاریه. ما شاهد هستیم که هر وقتی که عالم از یک مدرسه ولایتی میامد دکتر صاحب نیازی صدا میکرد که اینمی آدم مدید مدرسه شه و ما اینا حتی از پادشاه میگو مؤسس و سنگ تاده بشم ماندیم بجه کمک کنید. اینا 2000 افغانی ما هم میتم، اینا 1000 افغانی ما هم میتم. خودشان حوالی مرد میکردن و باز مردم برای کمک میکرد و تا حد بیشتر که توان داشت کمک میکرد. من متیقن هستم که این سه فرموده رسول صلی الله علیه وسلم که اولاد صالح و علم نافع و صدقه جاریه انشاءالله این آدم داشته، این زنده است نمرده و شهدا زنده هستند. از تشریف آوری همه دوستان ما میخواستم صحبت بیشتری داشته باشم چون بزرگان خیلی صحبت اکادمیک باید میکردن انشاءالله در فرصتهای بعدی. ولی من بر شما مژده میتم که ما و شما شاهد یکی 2-3 هزار مسلمان و شاگردان دکتر صاحب اهم از علما و کسانی که از شایخین دکتر صاحب هستند. شما باور کنین که وقتی شما تماس نگرفتین باید من گفت بگویم خواهر از انگلستان بر من تلفن میکنه تا میالیام از کشورهای بیرونی که دیگه ما صدای دکتر صاحب نمیشنویم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم.